وقتی که ریال مادرید بازی دارد با دسته اساسونا در این بازی هیچ گاه مخلصان بارسلونا نمی‌نشینند 90 دقیقه بازی بارسلونا رو تماشا کنند. وقتی که شوره بازی ریال مادرید با اساسونا رو شرح میدهد بگذار همین گپم رو تا آخر بگویم. بگذار نه مثلا وقتی شوره بازی ریال مادرید رو شورهی کرده ایستاده است اون میدوند که مخلصان ریال مادرید تماشا دارن بازی رو حتما برتریت‌های همین دسته رو ابراز می‌دارد. نه اینکه اساسونا شما می‌دونید در تاجیکستان مخلص دارد مخلصان دسته رقیب ببینید مخلصان اشدی بارسلونا برای پیگیری از شدن از ناکامی ریال مادرید اما میدونن که اساسونا رو شکست میدهد. هرگز تماشا نمیکنن. مخلصان بارسلونا بازی ریال رو پیگیری میکنن و شوره همین رو با اینوبت گرفته برتری دسته رو میگیره. در ناکامی و کامیابی دسته پیگیری میکنن اون دسته. شما میدونید که ریال مادرید مالیورکا رو مغلوب میکنه با حساب 4-0 مثلا 4-0 مغلوب میکنه. وینیسیوس خطری میکنه در همون بازی. باید در همون بازی مالیورکا رو تعریف کنیم که مثلا وینیسیوس و ریال مادرید رو سوال این یک قسمتی کار شوروی است که فلسفه از اون دوری توی مونده. تو این چیز رو درک کردم برای درک کردن این چیز نه برای درک کردن این چیز که شوروی برای چی یک دسته رو تعریف کرد راست باید شادی خود رو شاید برای درک کردن این که یک شوروی یک دسته رو برای چی تعریف کرد باید حداقل یک سال یک حداقل یک سال باید کامنتاتور باشید یک سال حداقل باید شوروی باشید کارهای از آسمان فرآوردگی نیست این یگان چیز بزرگ نیست این رو خود رو تعریف توصیف نکن این تعریف نیست این جزء از کار ما است یگان جزء نه فورمولا کش نکرد یگان جایزه نوبل نگرفتگی اشاره قطاری این تلویزیون شوره قطاری نمیشود قطاری میشود قطاری نمیشود در 10 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان همگی 10 نفر شوره هست 10 نفر شوره 100 کس به کار گرفته نمیتواند برای همین شرط است در این رو بعداً قطاری گفتن شرط نیست تشکر روزنامه‌نگار قطاری شده میتواند ژورنالیست قطاری شده میتواند صدها ژورنالیست داره ما در تاجیکستان اما شوره 10 نفر است وقتی که این رو قبول کن این رو قبول کن جامعه دنیا نه درباره شوره اون جمهوری تاجیکستان اگر ما اگر شوره رو ژورنالیست مقام شوره وقت نداره شوره رو ژورنالیست از شوره دور است ژورنالیست جداست شوره جداست برای همین این رو به درجه برداشتی که میگه شما با کانتنت تیار کار بکنید اون ژورنالیست در پخش مستقیم 90 دقیقه سخن راندن بدونید که چقدر کاری مشکل است 90 دقیقه در پخش مستقیم از کو چپا کردن هم مشکل تر است برای درک کردن این مشکلی باید ایجادکاری افسانه نخوند من با افسانه نخوندم برای درک کردن این مشکلی باید در سر میکروفون اونجا نشسته صحبت کنه کسی گرد افسانه خواندن در کار است من این خیلی چیزا رو من یک آدم ایجادکار است من درک میکنم این از موضوع برنامه پرویز بیرون است برای همین وقتی که بحث کردن نمیذاری بحث میگذاریم این حالت رو نه بحث رو بحث رو به همین جهت خودت کشیدی یکم این از برنامه بیرون است این رو حتما بریده حتما در یوتیوب کانالت گذار و اونجا فکر مردم رو بعداً بخون در زیر اون شرحا که چی میشه وقتی که دروغ مخلص ریال و بارسلونا رو طرفدار میگنیم مردم باور میکنن به تو لیکن این خیلی این دروغ نیست این دروغ است پرویز من میخوام با این بحث شما هم رو باشه این بیرون از برنامه ایرگول است پرویز درآمد دیگه مثلا چی فکر داره در وقتی مردم نگیرین اینجا مردم باید گفت که پو خوراک نصف روزی خورن نزاک جهت برای منفعت خودت کار نکن یک جهت پرویز شوره است از این حتما طرف خودت رو میگیره این در کانال تو در یوتیوب میرود من این رو به طور پرنسپال این رو نمیمونم تشکر زیاد لیکن میمونم بیاید با ما